با سلام خدمت دوستان بسیار عزیز. امروز 5 سپتامبر 2025 تقریبا داریم به آخر سال میرسیم. این قافله عمر عجب میگذرد. امروز میخوایم در رابطه با نرسینگ در کانادا صحبت کنم. سعی میکنم یه چیز انگیزشی بهتون بدم. اولا بسیار های دیمنده تو بازار کار، هیچ نرسی بیکار نمیمونه. خود نرس ها در دو شاخه، یکی RN Registered Nurse و یکی PRN حالت بهیاریه که با فوق دیپلم هستن. نرس ها درآمدشون مینیمم $100,000 در ساله بعد از 1-2 سال، ولی PRN ها یه مقدار کمتره، حدود مثلا 50,000-60,000 تا، ولی خوبیش اینه که همیشه کار دارن. نرس ها میتونن اگه تو کار تخصصی تر بیفتن تا 200,000 تا هم حقوق سالیانه‌شون بالا میره. بسیار بسیار دیمندد این پرستاری. و یه خبر خیلی خوبی که بهتون بدم، دیروز درا شده بود از کندین اکسپریانس، 4,500 نفر گرفتم و امتیاز دراپ کرد به 446. یعنی خیلی عالیه، خیلی عالیه. یعنی یک کسی که تو ایران نرسینگ خونده باشه و حدوداً 40 سالش باشه و 1 سال اینجا سابقه کار داشته باشه، کار نان ریلیتد، لازم نیست توی مثلا کار ریلیتد هم باشه، نان ریلیتد هم کار کرده باشه، مطمئناً میتونه درا بشه. حتی اگه تو اکسپریانس کانادین هم نداره، هیچ اشکالی نداره. از تو خود ایران هم یه نفر آیلتس بالا داشته باشه، 7 به بالا داشته باشه، همین حدود 40 سال باشه، با 3 سال سابقه کار در ایران، شانس بسیار بسیار زیادی داره. دوستان عزیز، چه اونایی که در ایران هستید چه اونایی که در کانادا هستید، فرصت رو از دست ندید. نمیگم بیاید با من کار کنید، با دفتر ما کار کنید. حیف هندیا، چینیا، فیلیپینیا دارن بازار رو میگیرن، مارکت رو میگیرن. ایرانیان نه، فقط دنبال اینم ویزیتوری بگیرن بیان اینجا پناهنده بشن. راه هست، برید فعالیت کنید، حرکت کنید. چه من چه همکارای دیگه کمکتون میکنیم که برید توی پول مدارکتون رو ایوالویت بکنید، ارزیابی کنید. شانس خیلی خوبه، دست رو دست نذارید. من قول دادم که خیلی کوتاه تموم بکنم. در جلسه بعد راجع به یه سری مسائل خیلی بهتر و یعنی همه مسائل خوبه سعی میکنم در رابطه با قبولی یا گرفتن PR از طریق انسان دوستانه باهاتون صحبت کنم. فعلا خداحافظ.